سلام خدمت مردم ایران، کسخال دولت. یا الله. خب خانم چی عرض کردی؟ چقدر مگه یک آنلاین شاپ چقدر یه صاحب آنلاین شاپ از این اینستاگرامش درآمد داره؟ درآمد اصلی چی داره میبره؟ اون بلاگری که داره یک محتوای مستهجن پخش میکنه و جوون ما الان فضای مجازی اینستاگرام ما، آیا جوون ما خلاقیت یادش میره؟ علم داره یادش میده؟ نه، واقعا فقط صرفا داره بی‌احترامی به پدر مادر رو یاد میده. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم توی کشور؟ آقای اسلامی چی داره؟ شما تو این 48 سال خودتو بزرگترها چه گوی خوردین؟ بفرمایید. شما بفرمایید بعد من گوی میخورم. پیشوای شما مگه گفت برق آب مجانی میده نکرد؟ الان کونه پدرت داره پاره میشه، کونه پدر بزرگت داره پاره میشه، چرا به اونایی چی نمیگی؟ آیسان اسلامی مگه تو ایرانه؟ مگه آیسان اسلامی نگفت ترک بکنید؟ چیزی که جمهوری اسلامی نمیخواد، میخواد همه عملی باشه. مگه آیسان اسلامی نگفت ورزش بکنید؟ میخواد همه درگیر دوا بیمارستان و دارو باشن. مگه آیسان اسلامی نگفت نیکوکاری بکنید؟ گفت فقط خارکوسه بازی در بیارین تو دنیا خواهر همدیگه رو بگوین دلار شد 70 بخرین 73 بکنین تو چون هموطنتون. جوانان مملکت مگه من بهشون نمیگم با خدا باشین؟